امروز در شهر ابودابی امارات متحده عرب مسابقه گرند اسلم شروع شد که اولین شده از کشور ما برای تتم شاهده قلندر و برآمد. رقیب او در دور نخست نماینده کشور ایتالیا ورونیکا تانیولو بود و در دقیقه‌های اساسی رقابت شاهده از برای کمکاری دو آگاهی گرفت و جودوکاران رقابت را در گلدن اسکو ادامه دادند. مثل وقت اساسی در ثانیه‌های طلایی نیز شاهده از خود چیزی را به نمایش گذاشته نتوانست و داوری رقابت آگاهی سوم را به او لایق دانسته پیروزی را به نماینده ایتالیا داد. برآمد شاهده از همین ابتدا در گرند اسلم ابودابی به انجام رسید. در وزن تا 60 کیلوگرم کشور ما را مسلمبک کریموف معرفی بود. مسلمبک در دور دوم با جودوکار میزبان احمد النقبی رقابت کرد. در ابتدای رقابت مسلم وزاری کار نموده و بعدا حریف را در حالت اسایکامی نگاه داشته پیروزی کامل را به دست آورد. همین گونه مسلمبک به دور سوم گرند اسلم ابودابی را خط گرفت. مسلم ما در دور سوم با حریف قوی گرجستانی تیمور نوزادزی روبرو گشت. چگونه که پیش از رقابت در سامانه فدراسیون بین المللی جودو آوازدهی گذرانیده شد، 95% آوازدهندگان به پیروزی نوزادزی آواز دادند. همین گونه هم شد. نوزادزی در همان دقیقه‌های اول مسلمبک را شکست داد و به دور دیگر راه یافت. در وزن تا 66 کیلوگرم باشد جودوکار جوان میهن شهباز سیدابرورov برای تتمی برآمد. شهباز در دور یکم آزاد بود و در دور دوم با جودوکار عربستانی سعودی مونیس حوسوی دست به گریبان گردید. شهباز بدون مشکلی جودوکار عرب را در دقیقه‌های اساسی سرافکنده کرده راهش را به دور سوم هموار کرد. شهباز در دور سوم رقابت‌ها با ورزشکار اسپانی نیروسنجی نمود. مخلصان در وقت اساسی و علاوگی بجز کارت‌های زرد دیگر چیزی را شاهد نشدند و شهباز در گلدن اسکور شیدای سوم خود را گرفته در این نیروسنجی مواجه شکست شد و همین طور در دور سوم برآمد خود را در گرند اسلم ابودابی انجام داد.